پیش تولید تا چه مقداری میتونه تأثیر بذاره روی روند فیلم، مخصوصا فیلم اول؟ پیش تولید اگر از تولید مهمتر نباشه اهمیتش کمتر هم نیست. توی روند پیش تولید اتفاقی که میفته ممکنه فیلمنامه تغییر کنه. به خاطر همین سعی کنید پیش تولیدتون رو براش مدت زیادی در نظر بگیرید که اگر فیلمنامه قرار تغییر کنه درست تغییر کنه. یعنی شما فرصت داشته باشید با فیلمنامه‌ای که تغییر کرده هم جفت و جور بشید. اتفاقاتی که توی پیش تولید میفته مستقیما روی تولید تاثیر میذاره. بنابراین اگر میخواید تولید درستی داشته باشید پیش تولید درستی داشته باشید. هدایت بازیگرا توی پیش تولید اهمیت بیشتری داره یا سر صحنه؟ قطعاً توی پیش تولید. قطعاً توی پیش تولید. سر صحنه و تو مرحله تولید هم به هر حال یک سری مسائل هست. منتها همش رجوع به پیش تولیده. یعنی تو فیلمی که با هم کار کردیم اگه یادت باشه خیلی از صحنه‌ها رو دیدم من کاری باهات داشتم نه تو کاری با من داشتی. من اینجا نشسته بودم یا مثلا وای میستادم یا فوش میدادی یا فوش یا حالا این وسط رد و بدل میشد. هر چی بود تو پیش تولید تموم شد. یعنی پرونده بازی بازیگرها تو رضا مهران نژاد، آیناز جعفری، محسن رودباری همه اینها پروندهشون توی پیش تولید بسته شد.